از قدیم میگفتن آدمایی که بیشتر میدونن معمولاً زندگی راحتی ندارن. من با این صحبت هم موافقم هم مخالف. به نظر من داشتن آگاهی به اندازه و آگاهی درست میتونه باعث زندگی بهتر ما آدما بشه. ولی داشتن اطلاعات غیر ضروری از دنیای اطراف و زندگی دیگران و دادن اطلاعات غیر ضروری از خودمون به دیگران باعث میشه که آرامش ما به هم بریزه و استرس های ما تو زندگی زیاد بشه. اگر روزانه زمان زیادی رو در سوشیال مدیا دارید سپری میکنید و دنبال میکنید اخبار و آگاهی های غیر ضروری که میتونه آرامشتون رو به هم بزنه، میخواستم بهتون توصیه کنم به جای این کار این زمان رو در جهت مفیدتری استفاده کنید و با همین گوشی که دستتونه، با همین اینترنتی که الان دارید ازش استفاده میکنید، بیایید و از سوشیال مدیا کسب درآمد کنید. اگر میخواید بدونید به چه روش، کافیه اسم و ایمیلتون رو توی وبسایت من رجیستر کنید و اطلاعات بیشتر رو دریافت کنید.